درود به مخاطبین عزیز، امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه و از همه مهمتر جیبتون پرپول باشه. امروز میخوام براتون یک خبری رو بگم که مطمئناً تا چند ساعت آینده همه فضای مجازی ایران رو میتره کنه. بازیگری که سالها با چهره معصوم و نقش مرد مظلوم و عاشق فیلم ها رو بازی میکرد، الان به اتهام آدمربایی، آزار جنسی و تجاوز به دختر هنرجوی 20 ساله بازداشت شد. بله، حرف از این چهره پژمان جمشیدیه، کسی که از فوتبال اومد تو سینما، با خنده ها و شوخیاش تو دل مردم جا باز کرد، اما حالا به نظر میرسه پشت اون لبخندهای مصنوعی یک پرونده تاریک و شوکه کننده خوابیده. اما روایت ماجرا و جزئیات بازداشتش رو حالا تو طول این ویدیو بهتون خواهم گفت. طبق اطلاعاتی که من از پرونده اصلی و منابع مختلفی که داشتم گرفتم، ماجرا از اونجایی شروع شد که یک دختر 20 ساله که هنرجوی کلاس بازیگری بوده ادعا میکنه پژمان جمشیدی با وعده همکاری توی یه پروژه سینمایی اون رو به منزل شخصی خودش توی ساختمون آتیه ساز، اگه اشتباه نکنم تو خیابون چمران میکشونه. اون دختر میگه وقتی وارد خونه میشه با حرفای فریبنده و وعده مثلا تست بازیگری اعتمادش رو جلب میکنه. اما نکته تاریک و تلخ و عجیب و غریب ماجرا اینجاست. بعدش با دارو و اون موادی که بهش داده بوده، وقتی که صبح به هوش میاد با جیغ و گریه از واحد 35 متری این آدم فرار میکنه. پزشکی قانونی بعد از معاینه و اتفاقاتی که حالا هستش تایید میکنه که بهش دارو و مواد مخدر داده شده و آثار تجاوز هم وجود داشته. بعد از این قضیه گفته میشه که پژمان جمشیدی فراری میشه و حالا داستان از این قرار هستش که حدود 6 ماه پژمان جمشیدی از اون واحد فرار میکنه. طبق مدارک و حکم بازداشتی که براش صادر میشه، مامورا میخوان برن بالا سرش، اما متوجه میشن که هفته پیش تمام وسایلش رو از اون خونه جمع کرد. حتی نگهبانای برج آتیه ساز هم چند ماه پیش که مامورا اومده بودن تحقیق کرده بودن گفته بودن که ما پژمان 6 ماه ندیدیم. اما اطلاعاتشون مشخص نیست که تا کجا پیش رفته. الان این پرونده به دلیل شهرت این آقای پژمان جمشیدی در دادگاه فرهنگ و رسانه در حال بررسی و جلساتش قراره به صورت غیرعلنی برگزار بشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، اول گفته بودن که پژمان جمشیدی رو بردن به زندان قزلحصار که بیشتر زندانیایی که قتل میکنن یا جرمای سنگین انجام میدن که حکمشون اعدام هستش میبرن اونجا. اما بعد اعلام شد که دارن میبرنش زندان تهران بزرگ و اونجا قراره که حالا نگرش دارن چیزهای مختلف، ولی خب احتمالش اینه که انتقالش بدن به زندان قزلحصار بیشتر از جای دیگه هستش. اما یه چیزی رو کاملا روشن و شفاف بهتون بگم، پژمان جمشیدی سالها پیش بعد از اینکه فوتبالش رو گذاشت کنار رفت توی سینما. به خاطر شهرتش حالا خیلی سریعتر به این محبوبیت رسید توی سینما، برخلاف تمام فوتبالیستایی که اومدن توی سینما. پژمان جمشیدی سریعتر تو سینما رشد کرد که وارد محافلی شد توی سینما که میدونید سینما پر از فساد و کثافت دیگه. وارد محافلی شد که پر از فساد و مواد و روابط پشت پرده اینا بود که پژمان جمشیدی هم متاسفانه درگیر کوکائین شد و چیزهای مختلف و همین قضیه هم باعث شد که کلا حنجرش تخریب بشه و حتی تو بعضی از پروژه ها دیالوگا رو نمیتونست حفظ بکنه، همش یادش میرفت، بسیار عصبی بود، نمیدونم در حال خوردن مشروب و چیزهای مختلف و حتی توی دوره‌ای هم ما دیدیم که تبلیغاتش تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی هم بود که خود اون مدیرای شهر فرش اینا به زودی راجبشون افشاگری خواهم کرد. اونا هم خودشون درگیر فساد و کثافتکاری و نمیدونم حواشی و ارتباطات پشت پردن. اما خب
اون آدمایی که حالا بعدا راجعش صحبت می‌کنیم مثل پژمان جمشیدی هم همچین پرونده‌هایی رو دارن. اما پژمان جمشیدی وقتی وارد بدن سینما شد دیگه درگیر مواد و این چیزهای مختلف شد و متاسفانه خراب شد. یعنی یک فوتبالیستی که به صورت حرفه‌ای ورزش رو انجام میداد، شما ببینید رفت کدوم سن، که بعد از اونم پژمان جمشیدی یک ازدواج پر سر و صدا هم داشت با نگار فرهمند، یه بلاگری که اومد و مچ پژمان جمشیدی رو گرفت سر اون موقع فکر کنم فیلم سینمایی هتل که پژمان جمشیدی با 2 تا از بازیگرا به صورت همزمان، حالا گروپ یا چیز دیگه بماند، میره توی اتاق که نگار فرهمندم یکی از آدمایی که حالا اول اسمش هم بماند راننده پژمان جمشیدی بود و اینا شما نفهمیدید، از این آدمای سوسلیست بوده، میاد آمار پژمان جمشیدی رو به زنش میده. زنش هم شبونه بلند میشه میره سر لوکیشن فیلم برداری، میره تو اتاق میبینه بله پژمان جمشیدی با 2 تا دختر رو که بعد از اونم از ایران میذاره میره و مهریه‌اش رو هم میگیره. خب میدونید پژمان جمشیدی در طول این سالهای گذشته دستمزدهای نجومی خیلی زیادی هم گرفته بوده و تمام اون پولها رو مجبور میشه بده به نگار فرهمند، نصف دیگه‌ش هم میده به مواد. یعنی مصرف پژمان جمشیدی در روز بالای 100 میلیونه. ببین چقدر این آدم مواد مصرف میکنه، یعنی لاین کوک میزه. تمام آدمایی که نزدیک پژمان جمشیدی ان این قضیه رو بهتر از من میدونن. اما ببینید حالا بس پژمان جمشیدی یک کوچولو بذاریم کنار، من چند تا نکته بگم. این فساد سیستماتیکی که توی این کلاس‌های بازیگری هستش باید یه جای جلوش گرفته بشه. من بارها و بارها راجع به این قضیه افشاگری کردم و اینجا دیگه فقط بحثی بازیگر نیست، اینجا صحبت از یک الگوی تکراریه. بازیگرای معروف با پوشش کلاس بازیگری و تست هنری دخترای جوان رو جذب میکنن، سوء استفاده میکنن، بعد با پول و نفوذشون همه چیشو میپوشونن و لاپوشونی میکنن دیگه. اما به نظر من این پرونده میتونه فقط یه شروع باشه. من دارم اسناد و حالا شواهدی که چند نفر دیگه صحبت کردن و اینا و احتمالاً توی این پرونده چند تا بازیگر و کارگردان دیگه‌ای هم وجود داشته باشن و در این چرخه فساد نقش داشته باشن، بعید نیست توی این قضیه. ولی خب دیگه حالا این ماجرا شروعش با پژمان جمشیدی نبوده، قبل تر از اینها هم خیلی از آدم‌ها و خیلی از سلبریتی‌ها درگیر فساد بودن و قطعا پایانش هم با امثال پژمان جمشیدی نخواهد. اما یک موضوع تحلیلی وجود داره، حالا خیلی دوست داشتم که بگم تو این ویدیو و از یه زاویه دیگه بازی رسانه‌ای پشت بازداشت، اصلا پشت پرده بازداشت پژمان جمشیدی بگم. نکته که کمتر کسی بهش دقت کرد اینکه چرا این خبر دقیقاً امروز باید وایرال بشه و چرا دقیقاً بعد امروز، چون من دیدم چند تا رسانه مختلفم به این قضیه اشاره کرده بودن. پرونده پژمان جمشیدی از 6 ماه پیش در جریان بود، یعنی 6 ماه بود که حکم بازداشتش رو داشتن، حکمی که عمدن خوابونده بودنش تو آب نمک تا توی زمان مناسب ازش استفاده کنن. فکر نکنید من اول خیلی از رسانه‌ها سعی میکنن که خبرها رو یه جوری تنظیم بکنن که حسابی جنجالی بشه، ولی خب الان ببینید از الان به بعد فضای مجازی چجوری میترکه. و حالا درست بعد از انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی تو فضای مجازی یه دفعه تصمیم گرفته میشه این بمب خبری رو منفجر بکنن. انگار یه نفر تو اتاق فکر نشسته میگه که برید سلبریتی رو قربونی بکنیم تا افکار عمومی دیگه مثلا بره یه سمت دیگه. این روش سالهاست داره تکرار میشه. وقتی یک بحران سیاسی و امنیتی تو راه یک پرونده اخلاقی اگه سلبریتی رو باز میکنن تا مردم حالا همون رو ببینن دیگه. حالا خود اون پرونده شمخانی هم داستان داره، یعنی قبل از اون، حالا من راجع به پرونده شمخانی هم صحبت نکنم، بعداً دارم ابعاد مختلفش رو بررسی میکنم دیگه. شمخانی اومد افشاگری کرد راجع به باند روحانی و حسن روحانی و اونا رو خراب کرد سر اون زدن هواپیمای اوکراینی و اونا اومدن یه انتقام از شمخانی گرفتن به خاطر اینکه گفتن آره شمخانی، حالا چرا شمخانی اینا رو لو داده بود؟ به خاطر اینکه اونا آمار شمخانی رو داده بودن به امریکایی‌ها و شرکت‌های پسر شمخانی، شرکت‌های کشتیش رفته بود تو تحریم. یعنی اونا شمخانی رو لو داده بودن، شمخانی اینا رو لو داده بود، بعد اینا اومدن چقدر قاطی شد فیلم دختر شمخانی دادن. یعنی خود این سیستم هر وقت لازم باشه میتونه فضا رو به سمت هر
سمتی که هست بکشونه. در واقع اینو هم بگم پژمان جمشیدی واقعا مرتکب جرم شده، اما زمان افشای این ماجرا بیشتر از عدالت بوی مدیریت افکار عمومی میده. یک بازی کثیف رسانه‌ایه که هدفش فقط اینه که تیترای سیاسی و امنیتی رو زیر سایه رسوایی یک سلبریتی ببره و گم بشه زیر اون قضیه. حالا بگذاریم از این قضیه، شاید هم اصلا اون نباشه، به حال اینم یه تحلیله. برگردیم به ماجرای فساد توی سینما. وقتی که من میگم سینمای ایران داخلش فساده، وقتی میگم که پشت لبخنداشون یک سیستم کثیف خوابیده و از روی حب و بغض نمیگم این قضیه رو، ببین از روی پرونده و سند و مدرکی که داره اتفاق میفته. یعنی پژمان جمشیدی فقط یک اسم نیست، یه نمونه است از نسلی که از محبوبیتشون سوء استفاده میکنن با تکیه بر شهرتشون. فکر کردن هیچ وقت هم کسی جلوشون رو نمیگیره و پاسخگو نخواهند بود. البته تو قسمت بعدی راجع به پشت پرده این کلاس‌های بازیگری که عموماً یه سری از این سلبریتی‌های معروف و مشهور هم این کلاس‌های بازیگری رو برگزار میکنن و راجع به پشت پرده‌های فسادشون صحبت خواهیم کرد و منتظر باشید. هنوز خیلی چیزا مونده که باید رو بشه و گفته بشه. من سعی میکنم که این موضوعات رو بگم، وقت نمیکنم، اینقدر سوژه ها زیاده، نمیدونم از کلینیکای زیبایی، از نمیدونم فسادهای پتروشیمی، از فساد آقازاده، دیگه واقعا نمیرسیم کدوم سمتو بگیم. یعنی این مملکت شده کلکسیونی از فسادها و کثافتکاری‌ها و چیزهای مختلف. حالا بعد منتظر باشیم که دادگاه پژمان جمشیدی که الان طبق تکرار میکنم ادعای اون دختره بر تجاوز قراره توی دادگاه برگزار بشه. هنوز چیزی ثابت نشده. پژمان جمشیدی در حال حاضر متهم، مجرم نیست. شاید فردا آزاد بشه، شاید هم این قضیه تموم بشه، شاید اصلا دختر رضایت بده. حالا اینا چیزایی هستش که بعد ما پیش بگیم بهتون، ولی خب خیلی ها دنبال اسم این آدم بودن، آقا کیه چیه دیگه، حالا متوجه شدید. دوستان شما نظرتون رو بگید، تحلیلتون رو بگید با توجه به شرایط سیاسی که الان توی جامعه ایران وجود داره و این اتفاقات. آیا خبر بازداشت پژمان جمشیدی رنگ و بوی انتقام‌های سیاسی نداره به نظرتون، یا نه باید این اخبار هم گفته بشه؟ البته یه زاویه دیگه هم بذار بهتون بگم، ذهن جامعه الان آگاهه. 2 سال پیش و 3 سال پیش نیست، الان دیگه همه باهوش شدن، بازی‌های رسانه‌ای و سواد رسانه‌ای رو میدونن دیگه. اونقدر هم خیلی این قضیه نمیتونه براشون اصطلاحاً درگیری روانی ایجاد بکنه که بگن آره مثلا این قضیه ذهن ما رو منحرف کرد به یه سمتی. ولی خب بعد این قضیه راجع بهشون صحبت بشه و افشاگری بشه. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، یه دکمه سابسکرایب این پایین هست بزنید. من جزئیات این پرونده رو حالا در ساعات آینده یا در روزهای آینده اگر مسئولی مصاحبه کرد بهتون خواهم گفت. یه سری جزئیات بیشتری هم میدونم اما هنوز منابع من تایید نکردن. اگر تایید بکنن جزئیات بیشتر این قضیه رو هم بهتون خواهم گفت. حتما ما رو دنبال داشته باشید، به زودی راجع به این قضیه افشاگری خواهیم کرد. خیلی مخلصیم.